سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو جدید دیگه از یوتیوب چنل من هستیم. بچه این ویدیو قراره با هم در مورد اینکه چجور به عنوان کسی که تازه کاره و میخواد زبان رو شروع کنه با هم صحبت کنیم. اگر نمیدونین چجوری باید زبان رو بخونین و چیکار کنین که فراموش نکنین و حفظ نکنین و یاد بگیرین، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا تمام نکات آموزشی و تمام بایدها و نبایدها رو در مورد این کار براتون توضیح بدم. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید. اگر که چنل من رو سابسکرایب نکردین، حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که اگر ویدیو جدید توی چنلم آپلود کردم شما بتونید اون ویدیو رو ببینید خیلی زود و اینکه از تمام نکاتی که قرار توی چنل قرار بدیم و ویدیو آپلود کنیم با خبر بشین. پس بریم سراغ ویدیو. خب الان که اومدیم سراغ ویدیو، بریم صحبت کنیم در این باره. ببینید یه سری سوالا ممکنه پیش بیاد برای شما که اصلا من به عنوان کسی که تازه میخوام شروع کنم باید چجور درس بخونم، یا اصلا صفرم باید از کجا شروع کنم، چیا رو باید بخونم خیلی مهمتره و چه کارهایی باید انجام بدم که سریع جواب بگیرم و پیشرفت کنم. کلی سوال دیگه ممکنه که واسهتون پیش میاد. اگر بخوام کلی بگم، میگم که اولین کاری که شما به عنوان فردی که تازه میخواین شروع کنین باید انجام بدین این هستش که الفبای اون زبان رو بلد باشین. نه فقط برای زبان انگلیسی، شما هر زبانی که میخوای شروع کنی باید اول الفبای اون زبان رو یاد بگیری که بتونی خوندن و نوشتن رو همزمان یاد بگیری. وقتی که الفبا رو بلدی دیگه، اگر شما الفبای یه زبانی رو بلد نباشی و بخوای اون زبان رو شروع کنی خیلی کارت سخت میشه و اصلا غیر ممکن میشه. یعنی چی؟ چیزی که دارم میگم یعنی اینکه شما وقتی میخوای کلا زبان انگلیسی رو بخونی به این منظور هستش که باید تمام اون الفبا رو بلد باشی. مثلا بدونی که حرف ه چی میشه، حرف مثلا س تو زبان انگلیسی چی میشه و باید تمام اینا رو بلد باشی قبل از اینکه اصلا بخوای کلمه حفظ کنی، جمله حفظ کنی. کلا باید الفبا رو بلد باشی. نکته دوم این هستش که شما بعد از اینکه الفبا رو توی هر زبانی، حالا من ترجمه زبان انگلیسی رو مثال زدم، بعد از اینکه الفبا رو یاد گرفتی کاری که باید انجام بدی این هستش که بری کلماتی که خیلی پرتکرار و ضروری هستن توی اون زبان رو یاد بگیری. مثلا چی؟ اگر دقت کرده باشین شما وقتی که کلاس زبان میرین اولین چیزی که بهتون یاد میدن احوالپرسی و حالا اصطلاحات مربوط به میتینگ هستش. مثلا چی؟ مثلا hello, hi, how are you. تمام اینا رو در واقع وقتی اول برین کلاس زبان بهتون یاد میدن، بهتون میگن که کلا چجوری باید احوالپرسی کنین و چیزای که اینجوری هستن. به هر حال دیگه برای چی؟ به خاطر اینکه در واقع اینا کلمات اصلی و به اصطلاح common words توی زبان انگلیسی هستن که خیلی پرکاربرد و به درد بخوره. برای همین اول میرن سراغ اونا و اونا رو به بچه‌ها یاد میدن. شما اگر میخواین که توی خونه خودتون یاد بگیرین باید همین روش رو پیش ببرید، باید همین کار کنید، باید برید سراغ کلماتی که خیلی استفاده میشه، کلماتی که به اصطلاح روزمره ازشون استفاده میکنیم، مثل احوالپرسی کردن، مثل انجام کارهای روزانه، مثل فعلای ضروری. تمام این کلمات رو باید یاد بگیرید که در واقع بتونید پیشرفت بکنید. یه نکته که وجود داره و خیلی میان در این مورد از من میپرسن و یا حتی دوستای خودم از من میپرسن اینه که به نظر خودت ما خودمون بخونیم یا بریم کلاس بهتره. ببینید بچه‌ها، اگر شما صفرین و هیچی بلد نیستین، یعنی حتی یک کلمه رو نمیتونین بخونید، خب به نظر من برای شما که میخواید تازه شروع کنی و خیلی بلد نیستی، بهترین راه اینه که شما اول برید کلاس. برای چی اینو میگم؟ به خاطر اینکه وقتی بری کلاس معلم اونجا هست و بهت کمک میکنه. اگر اشتباهی داشته باشی اشتباهت رو برطرف میکنه و میتونی در واقع ضعفت رو بفهمی. اما چی؟ اما وقتی که شما توی خونه بخوای بخونی و ندونی حالا چطور باید از کجا شروع کنی، کارت خیلی سخت‌تر میشه و اگر جایی رو اشتباه بکنی متوجه نمیشی که داری اشتباه میکنی و یا شاید کسی نباشه که بهت بگه داری اشتباه میکنی. پس بهترین کار به نظر من برای کسی که تازه میخواد شروع کنه و هیچی بلد نیست اینه که یه مؤسسه آموزشی رو حالا انتخاب بکنه توی شهر خودش و در واقع اونجا کلاس ها رو ادامه بده
و بتونه خیلی بهتر یاد بگیره نسبت به کسی که میخواد خودآموز بخونه. یه اشتباهی که خیلی از بچه‌ها انجام میدن توی زبان خوندن و فکر میکنن که کار درستی است و خیلی به نفعشونه اینه که در واقع وقتی استارت میزنن اولین کاری که میان انجام میدن میرن سراغ گرامر، میرن گرامر میخونن، میرن در واقع دستوراتی که ما توی زبان فارسی میخونیم و همون رو به انگلیسی ادامه میدن. مثلا میاد حفظ میکنه که قید چیه، فعل چیه، یا مثلا چجوری باید یه جمله مثلا بسازیم، فاعل رو کجای جمله بذاریم، صفت رو کجای جمله بذاریم و همه اینا رو به زبان انگلیسی میخونه. این اشتباه ترین کاریه که یه نفر میتونه انجام بده به عنوان کسی که حالا تازه داره شروع میکنه. چرا؟ شما یه نوزاد رو در نظر بگیرید یا کلا یه بچه رو اصلا در نظر بگیرید که اون بچه در واقع به خاطر اینکه هنوز کوچیک هستش و نمیتونه درست صحبت کنه، اول که نمیان به اون بچه یاد بدن که فعل چیه، فاعل چیه یا مثلا صفت چیه، نمیان به این بچه این چیزا رو بگن. اون بچه اولین چیزی که اصلا یاد میگیره این هستش که یه سری کلماتی که خیلی استفاده میشه، یه سری کلماتی که خیلی حالا توی خانواده‌شون اون کلمه رو استفاده میکنن، اول اون کلمات رو یاد میگیره و بعدش جمله سازی رو یاد میگیره. یعنی از همون اول نمیاد گرامر بخونه. پس کاری که شما نباید انجام بدین این هستش که اصلا از گرامر شروع نکنین. به نظر من کاری که بهتره انجام بدین این هستش که لغات ضروری و یا فعل‌های ضروری حالا به اصطلاح و یه سری جملاتی که پرکاربرد هستش اونا رو یاد بگیرین که در واقع بهتون گفتم مثلا جملاتی که در مورد میتینگ هستش، در مورد احوالپرسی هستش، در مورد کارهای روزانه‌تون صحبت میکنه. یه همچین چیزایی رو باید اول یاد بگیریم و بعدش که این چیزا رو یاد گرفتیم میتونیم بریم سراغ گرامر. خب الان که تا اینجا پیش اومدیم بریم در مورد کلمات و اینکه چجور کلمات رو یاد بگیریم صحبت کنیم. اگر دقت کرده باشین، اگر کلاس زبان رفته باشین، اینو میدونین که تمام معلمایی که توی مؤسسه هستن از بچه‌ها میخوان که کلمات جدیدی رو که یاد بگیرن روی یه فلش کارت بنویسن و فلش کارت‌ها رو هر موقع که میرن کلاس با خودشون ببرن. برای اینکه بخوایم این کلمه رو یاد بگیریم باید از فلش کارت استفاده کنیم. حالا اینکه چجوری باید استفاده کنیم و راه روششون رو بهتون توضیح میدم. ببینید وقتی کلمه رو میخواین یاد بگیرین، کلمه رو خب مینویسین قاعدتاً دیگه، نوشتارش رو باید بلد باشین، اینکه چجوری مینویسینش، چجوری میخونیش، که این همش برمیگرده به کاری که اولین بار بهتون گفتم باید انجام بدین. یعنی به این چیز برمیگرده. یعنی چی؟ بهتون گفتم که اول باید الفبا رو بلد باشین و خوندن نوشتن رو یاد بگیرین توی زبان و هر زبانی. دقیقاً اینجا به درتون میخوره، به خاطر اینکه اگر خوندن نوشتن بلد نباشید یا الفبای اون زبان رو بلد نباشین، اگر رو فلش کارت هم باز بنویسین و نتونین درست بخونیش، بازم انگار حفظش میکنید. پس از یه فلش کارت، حالا چندین فلش کارت بگیرین و کلماتی که میخواین یاد بگیرین رو روی فلش کارت دونه دونه بنویسین. یعنی هر فلش کارت یک کلمه می‌نویسین روش. بعد از اینکه کلمه رو نوشتین، پشت فلش کارت میاین می‌نویسین که به چه دسته‌ای تعلق داره اون کلمه. یعنی چی؟ یعنی بنویسین که اون کلمه فعل یا صفت یا قید یا مثلا اسم چیه. باید اینو بنویسی پشت فلش کارت و برای این کار ترجیحاً باید از این دیکشنری آکسفورد استفاده کنین که من سعی می‌کنم عکسش رو حتما براتون قرار بدم که چه دیکشنری رو باید استفاده کنیم، به خاطر اینکه این دیکشنری به این صورت هستش که برای کسایی که تازه شروع کردن، یعنی به عنوان elementary students یه مدل دیکشنری هست و یه مدلش هم برای advanced students هست که سعی میکنم بهتون بگم که کدومش خیلی بهتر هستش و خیلی کاربردی تره و به دردتون میخوره. خب یکی از چیزایی که یادم رفت در موردش باهاتون صحبت کنم و حالا تقریبا میشه گفت نکته آخر این ویدیو هستش، اینه که ما توی زبان انگلیسی 4 تا اسکیل داریم. 4 skills بهش میگن که 4 تا مهارت هستش و مهارت‌هاش عبارت هستش از listening, speaking, writing و reading. و به نظر خود من یکی از مهمترین مهارت‌هاش speaking یعنی صحبت کردنه. خیلی از بچه‌ها زبان رو یاد میگیرن، کلمات رو مفهومی میفهمن و نوشتنشون خوبه. یعنی وقتی که توی مدرسه بچه‌ها مدرسه اگه مثال بزنم، بچه‌های مدرسه اینجوریان که بلدن زبان رو میخوننش ولی بازم اسپیکینگشون پیشرفت نمیکنه، بازم نمیتونن درست صحبت کنن. به نظرتون برای چی این اتفاق میفته؟ ببینید وقتی که حفظ بکنید اون کلمه رو نمیتونین اسپیکینگ خوبی داشته باشین و نمیتونین درست صحبت کنین. و از اونجایی که اسپیکینگ یکی از مهمترین مهارت‌ها توی زبان انگلیسی هستش و خیلی بهش توجه میشه،
به نظر من خیلی مهمه که روش حتما کار بکنید. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما حتی اگر بخواید برید تعیین سطح بدین توی هر آموزشگاهی، توی هر مؤسسه‌ای، اولین چیزی که از شما میپرسن و جوری که تعیین سطح میکنن شما رو این هستش که باهاتون صحبت میکنن و شما باید بلد باشین که انگلیسی صحبت کنین و اگر نتونین انگلیسی صحبت کنین و یا نتونین درست از کلمات استفاده کنین و نتونین جمله بندی بکنین ولی مثلا کلمه بلد باشی، خب به درد نمیخوره دیگه. شما کلی کلمه یاد بگیر، کلی جمله یاد بگیر ولی نتونی استفاده ازش بکنی، ولی نتونی ازش توی اسپیکینگ استفاده کنی یا صحبت کنی در موردش، به نظر من واقعا به درد نمیخوره. یعنی اینجور انگار اومدی وقت تو تلف کردی و چند تا کلمه فقط یاد گرفتی. پس کاری که میکنی چیه؟ اینه که وقتی کلمه، وقتی جمله یا هر چیزی که یاد میگیری، اولین کاری که میری انجام میدی اینه که وقتی کلمه رو خوب مفهومی یاد گرفتی و دیگه مطمئن شدی که یادت نمیره، این هستش که باهاش جمله بسازی با اون کلمه، توی اسپیکینگت استفاده کنی و ترجیحاً برای اینکه اسپیکینگتون تقویت بشه و خوب بشه یه پارتنر پیدا کنین، یه پارتنر زبان انگلیسی که بتونین باهاش صحبت بکنین و اونم با شما صحبت بکنه و ترجیحاً سعی کنید پارتنرتون رو شخصی انتخاب بکنید که یه مقدار سطح زبانش از خودتون بالاتر باشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه اگر شما اشکالی داشته باشین اون میتونه اشکالتون رو بهتون بگه، یا برعکس اگر اون اشکالی داشته باشه شما میتونید اشکالتون رو بهش بگین و به نظر من اینجوری خیلی پیشرفت میکنین و با بچهای دیگه در تعامل هستین و از هم خیلی چیز یاد میگیرین، از هم کلمه‌های جدید یاد میگیرین و به نظر من به شخص خودم که کلاس زبان رفتم و اینا رو تجربه کردم، به نظر خودم یکی از بهترین روش‌ها هستش اینه که شما توی محیطش اصلا قرار بگیری، با دوستت، با رفیقت یا با پارتنر زبان انگلیسی، هم کلاسی، هر کسی که هست بتونی انگلیسی صحبت بکنی. خب از اونجایی که داریم به آخر ویدیو نزدیک میشیم، به عنوان نکته آخر چیزی که میخوام بهتون بگم این هستش که انتظار نداشته باشین از خودتون که توی 3 یا 4 ماه زبان انگلیسی بتونین عالی و بی‌نقص مثل یه نیتیو سپیکر صحبت کنین. ببینین به خاطر اینکه حتی کسایی که توی مثلا کشورهای مثل آمریکا یا انگلیس زندگی میکنن چندین سال اونجا بودن، چندین سال با مردم در ارتباط بودن که تونستن انگلیسی صحبت کنن و از اونجایی که ما توی مکانش نیستیم، یعنی توی اون مکان نیستیم و اطرافمون کسایی نیستن که حالا خیلی انگلیسی صحبت کنن، اشکالی نداره اگه که توی این راه یه مقدار در واقع زمان بهش بخوره یا طول بکشه که یاد بگیرین، یعنی اصلا از این بابت ناامید نشین. برای چی؟ به خاطر اینکه یادگیری زبان انگلیسی یه پروسه خیلی طولانی هستش و شما باید براش وقت بذارین و خیلی تلاش کنین توی این راه، به خاطر اینکه چیزی نیست که بعد از 1-2 ماه جواب بهتون بده. اما به عنوان کسی که خودم چندین سال دارم زبان میخونم، اینو بهتون میگم که اگر واقعا براش وقت بذارین 5-6 ماه حداقل 5-6 ماه اگر واقعا زیاد براش وقت بذاری و سعی کنی که خیلی تمرین کنی و هر روز با پارتنرت تمرین بکنی و یا اگر پارتنر نداری، من این ایده رو بهتون پیشنهاد میدم که روبروی آینه با خودتون تمرین کنید. چرا؟ خیلی از در واقع مشاورا یا خیلی از روانشناسا اگر دقت کرده باشین میگن که برای اینکه اعتماد به نفستون حتی بیشتر شه با خودتون توی آینه صحبت کنید، چون اینجور خودتون رو میبینین و یه سری حرفایی رو دارین به خودتون میزنین و ناخودآگاهتون این رو قبول میکنه و میپذیره و همین کار میخوام ازتون که انجام بدین. اگر پارتنر انگلیسی ندارین توی آینه با خودتون صحبت کنین، اینجوری خودتون رو میبینین، اعتماد به نفستون بیشتر میشه موقع اسپیکینگ و در آخر اینکه واقعا همه از اول عالی نبودن و هیچ کسی از همون موقعی که شروع کرده بهترین نبوده توی کار خودش، نه فقط توی زبان انگلیسی. و ازتون میخوام که توی هر زمینه‌ای که میخواین پیشرفت کنین وقت بذارین برای اون کار، هیچ وقت ناامید نشین. اگر پلنی دارین، اگر گلی دارین یا حالا همون هدفی، اگر چیزی که دارین، برای رسیدن بهش واقعا باید تلاش بکنید. ممکنه خیلی طول بکشه ولی هیچ وقت اون نقشه یا حالا اون هدفی که دارین تغییر ندید. بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودین و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تجربیاتتون حتما کامنت کنین واسم و اگر سوالی دارین خوشحال میشم که بهتون جواب بدم. چنل رو حتما سابسکرایب کنین به خاطر اینکه کلی ویدیو دیگه مثل این ویدیو قراره توی چنلم آپلود بکنم. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.